جانم الو. سلام خوبی شما؟ سلامتی؟ اشکال نداره بابا. این حرفا چیه؟ نه ما ناراحت نشدیم قربان شما. فدای شما. خداحافظ. نگاه کنه بی زحمت همین گوشی خوش ما قطع کنه، چون من گوشی اینو خیردون تا کارتون نمیتونم قطع کنم. قربان شما. خداحافظ. بابا کی بود؟ همسایه ما بود. گفت ما میرم به معسل عروسی نمیگیریم، یک وقت از دست ما ناراحت نشه. آها درست. بابا یک سواله. جان بابا جان، چی سواله؟ بپرس. مگم تو هم خدم مادر معسل برفتی عروسی گرفتی؟ ها که برفتم بابا جان، ما خدمت مادر تو معسل رفتیم، عروسی نگرفتیم. جدی میگی معسل رفتی؟ من بودم. ها تو هم بودی بابا جان، رفتنی خدمه بودی، برگشتنی خمالر خو بودی. یعنی چی؟ نفهمیدم. وقت برو گم شو تو اتاق، خب بعدن میفهمی. وقت پیرگه